در زمانهای کهن مردی بود که اخلاق خوبی نداشت و برای هر چیز کوچکی خشمگین میشد و فریاد میکرد و همه از او دوری میکرد. نگو که عمدی نبوده. ولی بعد پشیمان میشد و دلش میخواست خوش اخلاق باشد، اما نمیدانست چه کار کند. یکی از دوستانش که پزشک بود به او گفت: من دارویی میدهم که این رفتار ناپسند و اخلاق بد شما را درمان کند. روز بعد پزشک کوزه‌ای پر از آب برای او فرستاد و نوشت: هر وقت خشمگین شدی از این دارو کمی بنوش. آن مرد مدتی این دستور را اجرا کرد و دید دیگر مانند گذشته خشمگین نمی شود و اخلاقش بهتر شده است. روزی نزد دوستش رفت و گفت: آن دارویی که به من دادی خیلی خوب بود و به زودی تمام می شود. باز کمی از آن به من بده. پزشک خندید و گفت: در آن کوزه چیزی جز آب نبود و اگر فکر می کنی اخلاق و رفتار شما خوب شده، برای آن است که هر وقت خشمگین می شدی برای نوشیدن آب کمی وقت لازم بود. همان صبر و آرامش اندک خشم شما را از بین برد و اکنون خندان و خوش اخلاق شدی.